به این ویدیو یه نگاه بندازیم. یه خانوم با کلی طناب بسته شد و هر بار که میخواد جلو بره طنابو دوباره میکشنش عقب. بعد یه چیزی میبینه که از بالا آویزون شده، قدم به قدم با زور میره سمتش، در حالی که طنابا هی میکشنش عقب‌تر. همه لحظه شماری میکنن که بالاخره طنابا رو ببره، اما قیچی رو داخل چمدون میذاره، چمدونی که از قبل هم پر از قیچی بوده. خیلی از ما هم دقیقاً همین کارو داریم میکنیم. مدام ابزارهایی که میتونن زندگیمون رو تغییر بدن جمع میکنیم، کتاب میخریم، دوره میبینیم، مشاوره میریم، سمینار شرکت میکنیم، اما هیچ وقت چیزی که یاد گرفتیم رو اجرا نمیکنیم. بعد دوباره دنبال کتاب، دوره یا انگیزه بعدی میگردیم، در حالی که حقیقت رو از قبل میدونیم. مشکل ما کمبود اطلاعات نیست، کمبود عمله. حقیقت اینه که چیزی که زندگی رو عوض میکنه فقط دونستن نیست، عمل کردنه. ابزار از قبل توی دستای ماه، اما تا وقتی ازش استفاده نکنیم هیچ طنابی بریده نمیشه. پس سوال این نیستش که چقدر قرار یاد بگیرم، سوال واقعی اینه که کی قرار از چیزهایی که تا همین الان یاد گرفتم استفاده کنم. چون دانش فقط برای قشنگ کردن قفسه کتابخونه خونمون نیست، بلکه برای تغییر دادن زندگیمونه. وقتشه که از هیجان یاد گرفتن بیرون بیاییم و واقعا شروع کنیم به عمل کردن.